سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی قسمت سوم از مجموعه آموزش‌های راه‌اندازی کافه، رستوران و فست‌فود هستیم. توی قسمت اول ما پرداختیم به بحث ذهنیت و بازار، توی قسمت دوم بحث کانسپت و لوکیشن و توی این قسمت که اتفاقاً قسمت مهمیه قراره بپردازیم به بحث مهندسی فضا و تجهیزات. خیلی از کافه رستوران ها فکر میکنن چون آشپزخونهشون دید نداره پس چیدمان و نوع تجهیزات زیاد اهمیت نداره، ولی جالبه که بدونید شکست 60% از کافه رستوران ها به همین علتی که توجهی به چیدمان تجهیزات و نوع تجهیزاتی که استفاده میکنن ندارن. پس تو این قسمت قراره بپردازیم به قلب کافه رستوران شما. سلام اکبری، در خدمت شما هستیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن. امیدوارم مطالبی که گفته میشه برای همه مفید باشه. بسیار عالی. خب آقای اکبری، میخوایم بپردازیم به بزرگترین اشتباه اونایی که خب تجربه کافی برای راه اندازی کافه رستوران ندارن و اون هم اینه که قبل از اینکه مهندسی منوشون رو انجام بدن میرن سراغ تهیه تجهیزاتشون. یه توضیحی به ما بدید بحث اهمیت بستن منو قبل از خرید تجهیزات. خب ما توی 2 اپیزود قبلی راجع به این صحبت کردیم که اول کانسپت رو انتخاب میکنیم، بعد بحث بیزنس پلن رو داشتیم و بعد از اینکه بیزنس پلنمون رو چیدیم و خواستیم استارت بزنیم سراغ انتخاب لوکیشن میریم. بعد از انتخاب لوکیشن خب بحث خرید تجهیزات آشپزخونه‌مون مطرحه، ولی خب اینجا این نکته مهمه که قبل از اینکه ما بخوایم تجهیزاتمون رو تهیه بکنیم اول باید منومون بسته بشه و بر اساس منویی که میخوایم ارائه بکنیم تجهیزاتمون رو انتخاب بکنیم و خرید بکنیم. یه اشتباهی که صورت میگیره اینه که بعد از اینکه لوکیشن گرفته میشه تجهیزات رو تهیه میکنن و بعد سراغ برآورد منو میرن که این باعث میشه که تجهیزاتی رو توی مجموعهشون داشته باشن که عملاً براشون کاربرد و کارایی نداره، یا تجهیزاتی رو نیاز دارن برای ارائه منوشون ولی خب از قبل پیش بینی نکردن و تهیه نکردن. این مسئله خیلی مهمه که بعد از انتخاب لوکیشن ما منومون رو با دقت ببندیم و بر اساس منویی که می‌خوایم ارائه بکنیم تجهیزاتمون رو انتخاب بکنیم و خرید بکنیم. پس با توجه به توضیحاتی که میدید ما تو قسمت قبل خب درباره کانسپت صحبت کردیم و یه مقدار به تجهیزات هم اشاره شد. الان اون چیزی که پس اهمیت داره بحث منوه. بله، ما قبلا توضیح دادیم چرا بستن منو مهمه. ببینید اگر شما قبل از اینکه منوتون در بیاد بخواید تجهیزات رو تهیه بکنید و چون تجهیزات آشپزخونه بر اساس یه سری ابعاد به اندازه‌های استاندارد و یا حتی غیر استاندارد تولید میشن، ساخته میشن و نصب و راه اندازی میشن. اگر شما از قبل این برنامه‌ریزی رو نکرده باشین و تجهیزات رو جوری خریداری کرده باشین که حالا اگر هم که تو آشپزخونه‌تون محدودیت فضا داشته باشین که دیگه امکان جابجایی وجود نداره و اگر احیانا تجهیزاتی رو بخواید اونجا قرار بدید با توجه به محدودیت فضایی که دارید خب این امکان براتون نیست و دچار مشکل میشید. اینجا خیلی مهمه که ما اول منو رو میبندیم بر اساس تعداد و تیراژی که میخوایم ارائه بکنیم. مثلا اگر منو ما بر پایه پیتزا بسته میشه یا بر پایه اسپرسو بسته میشه، این خیلی مهمه که اون دستگاه‌ها و تجهیزات اصلیمون رو با توجه به تیراژی که بناس تولید بشه تهیه بکنیم و بحث کیفیت کالاها مطرح میشه اینجا که خیلی مهمه که ما حداقل رو دستگاه‌های اصلیمون از کالاهایی استفاده بکنیم که با کیفیت و متریال ساخت بالا ساخته شدن و میتونن که روی تعداد و تیراژی که ما میخوایم ارائه بکنیم به ما کمک بکنن. داخل منو امکان داره که ما یه سری مواردی داشته باشیم که روی تیراژ بالا نخوایم ارائه بکنیم، رو اونا این تلرانس رو داریم که میتونیم از تجهیزات حالا معمولی تر یا با قیمت تمام شده پایین تر انتخاب بکنیم. ولی اینجا هم باید به این موضوع توجه بکنیم که اگر کار ما شروع شد و فعالیت ما زیاد شد حتی روی اون تجهیزاتی که حالا با قیمت پایین‌تر تهیه شده باید دستگاه رو ارتقا بدیم و تجهیزاتی رو داشته باشیم که روی اون تیراژی که می‌خوایم ارائه بکنیم برای ما کاربرد و کارایی داشته باشه. درسته. پس با این حساب ما ابتدا باید اون منو رو مشخص بکنیم به صورت دقیق و غذاهایی که اصلی هستن اون هم مشخص بشه و بعد حالا ما بریم سراغ تجهیزات. قبلش من یه سوالی دارم از شما. اون فضایی که حالا برای کافه رستوران در نظر داریم، اون فضایی که در اختیار داریم،
آیا نسبت مشخصی وجود داره، نسبت استانداردی هست که ما برای فضای آشپزخونه نسبت به حال فضاهای دیگه‌مون در نظر بگیریم؟ فضایی که در نظر گرفته میشه برای آشپزخونه باید تناسب کامل داشته باشه با اون کانسپت یا منویی که می‌خوایم ارائه بکنیم که متغیره. اما اگر بخوایم ما فضای کلیمون رو حدود 150 تا 200 متر در نظر بگیریم، یه چیزی در حدود 50 تا 60 مترش رو باید اختصاص بدیم به آشپزخونه. نه از یه حدی باید کمتر باشه، نه از یه حدی باید بیشتر باشه. این کاملا باید طراحی بشه و برآورد بشه بر اساس اون چیزی که نیاز داریم. فضای کافی رو توی آشپزخونه‌مون برای ارائه تمام مواردی که در نظر گرفتیم داشته باشیم تا بعداً به مرور زمان مشکلاتی برامون پیش نیاد. درسته. پس با توجه به توضیحاتتون ما باید تقریبا 30 تا 40% از فضایی که داریم اختصاص بدیم به بحث آشپزخونه. ببینید خیلی مهمه که ما چی میخوایم ارائه بکنیم، چه مدل غذاهایی میخوایم ارائه بکنیم، اصلا ما غذا داخل منومون داریم یا نداریم. مثال اگر امکان داره که مثلا ما یک کافه‌ای باشیم که اصل منومون بر اساس نوشیدنی‌های سرد و گرم بسته شده باشه و منوی غذایی کوچیکتری داشته باشیم، اینجا نیاز نداریم که ما آشپزخونه بزرگ داشته باشیم یا 30-40% از فضامون رو به آشپزخونه اختصاص بدیم. این با توجه به منویی که بسته میشه و کانسپتی که می‌خوایم ارائه بکنیم تصمیم می‌گیریم که چه فضایی رو برای آشپزخونه در نظر بگیریم. این فضایی که در نظر گرفته میشه باید کاملا همخونی داشته باشه و بتونه اون تعداد و تیراژی که میخواد تولید بشه رو کاملا ساپورت بکنه. تجربه‌ای که ما داشتیم توی موارد مختلف که اومدیم کار رو اجرا بکنیم، دیدیم فرضاً یه مجموعه منوی غذایی گسترده‌ای داره اما فضای آشپزخونه خیلی کوچیکی داره. اینجا با توجه به فضای کوچیکی که هست، خب این امکان رو نمیده که تمام تجهیزاتی که مورد نیاز هست رو اونجا جایگذاری بکنیم و بتونیم اون منو رو ارائه بکنیم. این خیلی مهمه که یه مهندسی بشه، یه طراحی بشه بر اساس اون چیزی که می‌خوایم اجرا بکنیم و پیاده سازی بکنیم، فضاهای مختلف رو در نظر بگیریم. بسیار عالی. آقای اکبری، سوال اصلی اینجا الان مطرح میشه. خیلی از افرادی که میخوان حالا استارت بزنن اصلا نمیدونن که کارشون در آینده میگیره یا نه. به خاطر همین میرن حالا سراغ تجهیزاتی که قیمت مناسب تری دارن یا اصلا کار کرده هستن و بالا به هر نحوی میخوان هزینه هاشون رو تو این بخش کاهش بدن. این دیدگاهی که خب مرسوم اتفاق میفته میتونه چقدر بهشون آسیب بزنه در آینده کاریشون؟ با توجه به تجربه‌ای که طی این سالها وجود داره، یکی از دلایل اصلی که منجر به شکست مجموعه میشه دقیقاً همین مورده. بعضا دیده میشه که دوستانی وارد این شغل میشن و با این دیدگاه میان که خب حالا ما فعلا شروع کارمونه، میتونیم که کمتر هزینه بکنیم و دستگاه و تجهیزاتی رو داشته باشیم که به لحاظ بهای تموم شده پایینتری دارن. این دیدگاه نمیتونه به شما کمک بکنه به چند دلیل. اگر بخوام به یکی از دلایل اشاره بکنم، اینه که شما وقتی که میخواین کیفیت و خدمات خوبی رو به مشتریانتون ارائه بکنید، حتما باید از دستگاه‌های با کیفیت بالا استفاده بکنید تا بتونه اون خروجی لازم رو به شما بده. بحث بعدی تعداد و تیراژیه که میخوان این دستگاه‌ها برای شما کار بکنن و رو تیراژ بالا پاسخگوی کار شما باشن. اگر شما دستگاه و تجهیزات ضعیفی رو داشته باشین، قطعاً رو تیراژ بالا نمیتونه به کار شما کمک بکنه و تو پیک کاریتون امکان داره که کار شما رو لنگ بذاره و شما رو دچار مشکل بکنه. به عنوان مثال اگر ما می‌خوایم پیتزا رو به صورت تخصصی ارائه بکنیم، این مهمه که از چه دستگاهی استفاده می‌کنیم و چه فر پیتزایی رو تهیه می‌کنیم. اگر دلیل ما این باشه که برای اینکه می‌خوایم هزینه هامون رو کنترل بکنیم، از دستگاه‌های با کیفیت پایین استفاده بکنیم، خب قطعاً تو طول مسیر کار ما رو لنگ می‌ذاره و دچار مشکل میشیم و اون خروجی رو نمی‌تونیم بگیریم. بحث دیگه ای که وجود داره، شما وقتی که هزینه میکنید برای خرید تجهیزات با کیفیت، در واقع این یک هزینه نیست، این یک نوع سرمایه گذاریه که دارید انجام میدید. هم میتونید بهره وری لازم رو داشته باشین، هم میتونید رو تعداد و تیراژ بالا با کیفیت متناسب روی این دستگاه حساب باز بکنید. هم این که اگر احیانا در آینده نیاز به فروش دستگاه داشته باشین، حالا یا ارتقا بدین دستگاهتون رو یا تجهیزاتتون رو بخواید جایگزین کنید، به دلیل اینکه دستگاه‌ها و تجهیزاتتون از استحکام و کیفیت بالایی برخورداره،
قطعاً سیو سرمایه بهتری برای شما میشه و شما میتونید روی یک عدد متناسب و خوبی روش حساب بکنید که به قول معروف با قیمت خیلی خوبی دستگاهتون فروخته بشه. این چند تا موردی که عرض کردم خدمت شما دلیل بر اینه که ما وقتی میخوایم یک مجموعه رو آغاز بکنیم باید ببینیم که اون چیزی که تو منو ما هست و به عنوان مورد اصلی منو ما در نظر گرفته شده حتما باید از تجهیزات با کیفیت و متریال ساخت بالا استفاده بشه. اگر این اتفاق نیفته خب به مرور زمان ضرر و زیانهایی رو شامل حال شما میکنه و قطعا نمیتونه که اونجور که باید رضایت مشتریانتون رو در بر داشته باشه. درسته. خب حالا ما تو این بحث کیفیت وارد شدیم. خب یه سری کالاها هستن مثلا برندهای مثلا خیلی معروفی هستن، خیلی مثلا برند آمریکایی هستن که قیمت‌های خیلی زیادی هم دارن. حتما باید اون برندها تهیه بشه یا باز اینجا هم تبصره‌ایه که باز دقت بکنن تو اون برندهایی که مطرح هم هستن؟ ببینید ما روی سری از تجهیزات کالاهای با کیفیت ایرانی رو داریم. روی سری از تجهیزات هم کالاهای وارداتی هستن که حالا به دلیل شرایطی که حاکمه بر کشور ما خب تجهیزات وارداتی داره از کشور چین وارد ایران میشه که خود تجهیزات وارداتی چینی هم لول‌های کیفیتی متفاوتی داره. به عنوان مثال اگر من بخوام روی فر پیتزا برای شما مثال بزنم، خب خیلی خوبه که اگر ما بتونیم یه دستگاه فر آمریکایی توی مجموعه‌مون داشته باشیم که هم کیفیت تضمین شده ای داره، هم رو تعداد و تیراژ بالا میتونه به ما کمک بکنه. اما به دلیل اینکه این دستگاه به صورت متداول وارد ایران نمیشه، خب قطعات و لوازم و اون خدماتی که باید این دستگاه داشته باشن رو ندارن و این باعث میشه که اگر احیانا به هر دلیلی دستگاه شما دچار مشکل بشه، اون قطعه و لوازم رو نتونید تهیه بکنید و شما به جای اینکه یک دستگاه با کیفیت داشته باشین، عملا یک دستگاهی رو رفتین هزینه کردین و هیچ کاربردی برای مجموعه شما نداره. این خیلی مهمه که اون دستگاه و تجهیزاتی که انتخاب میکنید برای کارتون هم به لحاظ کیفیت بالایی داشته باشه، هم به لحاظ تامین قطعه و خدماتی که تو کشور ما باید داشته باشه برای اینکه فراغ بال بیشتری به شما بده که شما با خیال راحت بتونید کارتون رو جلو ببرید و درگیر مسائل جانبی نشین. به عنوان مثال دستگاه اسپرسو ساز، خب ما نمونه کار با کیفیت ایرانی واقعا نداریم یا نمونه کارهای چینی رو هم حتی ما پیشنهاد نمی کنیم و نمیتونیم به عنوان دستگاه با کیفیت به مشتریانمون ارائه بکنیم. خب اینو دیگه فکر میکنم همه بدونن که بهترین دستگاه اسپرسو سازایی که حتی تو دنیا داره فعالیت میکنه از برندهای معتبر ایتالیایی هستن. اما اینجا هم باید دقت بشه که اون برندی رو که میخواین انتخاب بکنید و قرار کار شما رو جلو ببره و چون دستگاه اسپرسو ساز جزء دستگاه‌های اصلی مجموعه شما هست، حتما باید کالا شرکتی باشه، داخل ایران نمایندگی داشته باشه، خدمات پس از فروش داشته باشه که هر زمانی که شما نیاز به قطعه و خدمات داشتین تو کوتاه‌ترین زمان کار شما انجام بشه. این چند موردی که گفتم خیلی مهمه که تو خرید تجهیزات حتما باید بهش دقت بکنید. خب آیا اکبری تو این قسمت الان میخوایم تو اون بحث آشپزخونه‌ای که در نظر گرفتیم باید ببینیم اون فضا رو چجوری مدیریت بکنیم که بیشترین بهره وری رو داشته باشیم و اینکه حالا به خصوص برای آشپزخونه‌هایی که شکل‌های هندسی درستی ندارن و یه مقدار پرتیشون زیاده، تو اینجا ما چجوری میتونیم مدیریت بکنیم اون فضا رو و اینکه بهره وری و راندمانمون رو افزایش بدیم. ببینید دقیقاً اینجا اهمیت طراحی چیدمان تجهیزات مطرح میشه. با توجه به اینکه تجهیزات صنعتی ابعاد و اندازه‌های مختلفی دارن، با توجه به اون تعداد و تیراژی که ما می‌خوایم ارائه بکنیم تصمیم می‌گیریم که چه نوع تجهیزاتی با چه ابعاد و اندازه‌ای داخل مجموعه‌مون داشته باشیم. ما میایم بر اساس اون فضای موجود برآورد میکنیم که چه نوع تجهیزاتی کجا قرار بگیره که بالاترین راندمان رو برای مجموعه ما داشته باشه و پرسنلی که دارن تو آشپزخونه فعالیت میکنن اصطلاحاً به همدیگه گره نخورن و بالاترین راندمان و بازدهی رو برای مجموعه ما داشته باشن. ما 5 تا پلن اصلی داخل آشپزخونه‌مون اجرایی میشه. یکی ورود مواد اولیه است، یکی بحث شستشوه، پخت، دپو و اتما.
این 5 تا مورد باید حتما تو چیدمان آشپزخونه ما در نظر گرفته بشه. ما دقیقاً توی طراحی این کار رو انجام میدیم که این خط ما وقتی که چیده میشه چجوری میتونه به بهبود روند مجموعه ما کمک بکنه و ابعاد و اندازه های مختلف تجهیزات کجا باید جایگذاری بشه. اینجا من یه موردی رو خدمت شما بگم که مسئله خیلی مهمیه و تو بعضی از پروژه ها متاسفانه مشاهده میکنیم که اتفاق میفته. اون نفری که یا اون تیمی که بناست طراحی آشپزخونه شما رو انجام بده باید یه تیم متخصص باشه که اشراف کامل به ابعاد و اندازه‌های مختلف تجهیزات داشته باشه، اشراف کامل به مجموعه شما و منویی که قرار ارائه بدین داشته باشه تا بتونه که بهترین چیدمان رو برای شما انجام بده. این که ما بخوایم سلیقه‌ای کار رو جلو ببریم به مرور زمان به کار ما لطمه میزنه. امکان داره که ما تو روند کارمون مجبور باشیم که با سرآشپزهای مختلف کار بکنیم، با پرسنل مختلف کار بکنیم. باید چیدمان تجهیزات ما جوری باشه که تمام نظرها و سلیقه ها رو در بر بگیره و هر شخصی که اومد و تو مجموعه ما خواست فعالیتشو جلو ببره تو هیچ شرایطی دچار مشکل نشه. وقتی که این اتفاق افتاد یعنی کارمون رو به نحو احسن انجام دادیم و خیلی درست داریم عمل میکنیم که به شدت مهمه برای ارائه اون چیزی که از قبل در نظر داشتیم. خب توی صحبتاتون اشاره کردید به اون مسیر و خط. خب قطعا داشتید به بحث جریان یک طرفه این قانون طلایی که وجود داره اشاره کردید. بله. میخوام دقیقاً این مسیر رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید که این قانون جریان یک طرفه رو ما باید چجوری پیش ببریم که به مشکلی نخوریم در آینده. منظور از جریان یک طرفه اینه که کلیه کارهایی که داخل آشپزخونه ما انجام میشه باید به صورت منظم و متوالی انجام بشه. مواد اولیه ما از یه قسمتی وارد میشه، کارهای شستشو و آماده سازی انجام میشه، دپو میشه، کارهای پختش انجام میشه و اوتش صورت میگیره. این کار باید به صورت متوالی و پشت سر هم انجام بشه. یعنی منظور ما از جریان یک طرفه اینه که هیچ یک از خطوط به خط قبلی نباید برگرده و به صورت منظم و متوالی کارشون انجام بشه. خب چه مزیتی داره این حالا مثلا مسیر یک طرفه باشه؟ این مزیت رو داره که ما میتونیم کاملا فضا رو مدیریت بکنیم، از حد اقل فضایی که داریم حد اکثر استفاده رو بکنیم و مجبور نباشیم که یک فضایی رو اختصاص بدیم به این که 2 تا پرسنل بخوان همزمان از یه قسمتی عبور بکنن و این باعث بشه که فضای زیادی رو بخوایم برای عبور و مرور پرسنل در واقع اختصاص بدیم. این بزرگترین حسنه که بعداً تو روند کار به شدت میتونه به کار ما کمک بکنه. خب اکبری، ما برای طراحی چیدمان آشپزخونه باید سراغ چه افرادی بریم؟ ببینید ما دقیقاً نمیتونیم بگیم که مثلا سراغ چه افرادی باید رفت. اینکه هر کسی که بناست این کارو انجام بده، اگر سرآشپزه، اگر راه اندازه، اگر تامین تجهیزات انجام میده، اون تخصص لازم رو برای اجرایی کردن و پیاده سازی تجهیزات بتونه به نحو احسن انجام بده و این تجربه لازم رو داشته باشه. اینکه حالا من راجع به سرآشپزا صحبت بکنم، اینکه یک سرآشپزی بیاد و بر اساس اون چیزی که خودش دلخواهش است و میل خودش است این کار رو انجام بده، ما بعداً به مشکل میخوریم. یعنی این کار طراحی چیدمان نباید سلیقه‌ای انجام بشه. چرا که اگر ما به هر دلیلی با اون سرآشپز نتونیم تو مجموعمون ادامه بدیم و مجبور باشیم که سرآشپزهای دیگه‌ای رو استخدام بکنیم و بخوایم باشون کار بکنیم، خب با شرایط قبلی نمیتونن کار بکنن و اینجا برای ما مشکل‌زا میشه. یا اگر بخوایم با راه اندازی کار بکنیم که بر اساس اون چیزی که سلیقه کاریشون هست بخوان کار ما رو اجرا بکنن، هم نمیتونیم روی طولانی مدت روش حساب بکنیم و هر زمانی که بخوایم همکاریمون رو با اون راه انداز قطع بکنیم به مشکل خواهیم خورد. تو مورد بعدی هم که حالا بحث تامین کننده‌های تجهیزات هست که میان این کار رو انجام میدن، اگر بخوان منافع شخصی رو در نظر بگیرن و با توجه به موجودی کالاهایی که دارن و اون چیزی که میتونن تامین کنن کار ما رو بخوان انجام بدن، مثلا طرف میاد میخواد کارهای طراحی رو انجام بده، میاد سود و منفعت خودش رو در نظر میگیره و جوری طراحی و چیدمان میکنه که اون تجهیزاتی رو که خودش داره و میتونه تامین بکنه رو به کارفرماها ارائه میدن. خب اینم بعداً به مرور زمان دچار مشکل میشه.
ما تو این زمینه باید از افرادی کمک بگیریم که کاملا تخصص لازم رو دارن، بر اساس اون رزومه‌ای که دارن و اون جایی که قبلا فعالیت کردن بتونن بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی کار شما رو انجام بدن و واقعا اون چیزی که نیاز مجموعه شما هست و میتونه به بهبود روند شما کمک بکنه اجرایی و پیاده سازی بکنن. ولی اینکه چه شخصی باشه مهم نیست، فقط اینکه تخصص لازم رو برای پیاده سازی این کار داشته باشه. اینجا البته من عذرخواهی میکنم یه نکته هم خدمت شما بگم، ما تو بعضی از مجموعه‌ها که میریم کارو میخوایم اجرا بکنیم متاسفانه روبرو میشیم با اینکه حالا کسایی که کارهای طراحی تأسیسات اون مجموعه رو دارن انجام میدن، اون افراد میان و آشپزخونه صنعتی رو هم میخوان کارهای طراحیشو انجام بدن. ببینید کار چیدمان تجهیزات صنعتی یه کار تخصصیه که بر اساس تجربه انجام میشه. هر شخصی نمیتونه این کار رو انجام بده و یه سری استانداردها لازم داره. اون شخصی که میخواد این کار رو انجام بده باید اشراف کامل رو انواع تجهیزات آشپزخونه صنعتی باید داشته باشه، ابعاد و اندازه ها رو کاملا باید بشناسه، استانداردها رو باید بدونه. به عنوان مثال اگر بناست که یک هود صنعتی توی آشپزخونه شما نصب بشه، خود هود یک حداقل ارتفاعی رو میطلبه. ما یعنی میایم در نظر میگیریم که بر اساس ارتفاع سقف آشپزخونه‌مون در نظر میگیریم که هود تو چه نقطه‌ای قرار بگیره که هم بتونه اون مکندگی لازم رو انجام بده، هم بتونه اون دودهای اضافه رو به نحو احسن دفع بکنه، هم بتونه به لحاظ استاندارد اون استانداردهای لازم رو پیاده سازی بکنه. خب شما فرض کنید یک شخصی رو آوردید که کارش طراحی تأسیسات، نمیدونه که ابعاد و اندازه های استاندارد هود تو چه نوع ابعاد و اندازه‌ایه، نمیدونه که متراژ کانال کشی باید چجوری باشه که ما بتونیم اون تهویه رو داخل آشپزخونه انجام بدیم، یا حتی نمیتونه تشخیص بده که قدرت سانتریفیوژی که ما میخوایم بذاریم برای اینکه این کار مکندگی و تهویه‌مون به نحو احسن انجام بشه باید چه قدرتی باشه. پس اینجا اون تخصص اون فردی که داره کار طراحی آشپزخونه ما رو انجام میده اهمیت بسیاری پیدا میکنه و خواهش میکنم که این مسئله رو خیلی سرسری ازش عبور نکنیم و از اهمیتش غافل نشیم، چرا که تمام برندهایی که هستن و دارن به نحو احسن کار میکنن و رو به رشدن و رو به جلو حرکت میکنن، مهمترین قسمتی که به برند شدنشون و به موفقیتشون کمک میکنه همین مسئله طراحی و چیدمان تجهیزات. یعنی اگر من بخوام مهمترین نقطه رو به شما بگم که اختلاف ایجاد میکنه بین افرادی که موفق هستن تو این شغل یا افرادی که موفق نیستن، دقیقاً تو همین مورد انجام میشه. پس اهمیت بسیار بالایی داره. آیا اکبری، بعد اینکه مثلا یه سری راه اندازی انجام میشه، آشپزا که یه موقع حالا عوض میشن، پرسنل عوض میشن، میان اظهار نظر میکنن رو چیدمان تجهیزات. کارفرما چقدر باید رو بحث پیشنهاداتی که دارن همکاری کنه، جلو بره و به حرفشون اصلا گوش بده؟ خیلی نکته خوبی رو گفتین که من یه مقدار تو جملات قبلی بهش اشاره کردم. این کار سلیقه‌ای نباید انجام بشه. کارفرماها باید اینو بدونن که یک آشپزخونه اصولی رو باید اجرایی بکنن. این که حالا با نظر و سلیقه سرآشپزمون باشه یا حتی راه اندازامون باشه، بعداً دچار مشکل میشیم. افرادی امکان داره که بعداً وارد مجموعه ما بشن که سلیقه‌شون نطلبه اون کارو و نتونید شما اون همکاری لازم رو باهاشون داشته باشید. اینجا مهمه که شما کارتون رو اصولی انجام بدید. هر کسی هم تو مجموعه شما بناس بیاد فعالیت بکنه و کار شما رو جلو ببره، باید بدونه که با شرایط موجود باید کار شما رو جلو ببره و وقتی که شما استانداردهای لازم رو رعایت کردید و به صورت اصولی چیدمانتون رو انجام دادید و تجهیزاتتون رو تهیه کردید، دیگه نگران این نباشید که حالا هر کسی بخواد بیاد از کار شما ایراد بگیره. کار که اصولی باشه، هر شخصی هم که بیاد با فراغ بال اصلا دوست داره که تو اون آشپزخونه فعالیت بکنه و کار شما رو جلو میبره.
خب آقای اکبری، ما انواع چیدمان خب تو آشپزخونه‌ها داریم. بحث آشپزخونه‌های خطی و آشپزخونه‌هایی که به صورت جزیره پیاده سازی میشن، اینا چه مزیت‌ها و چه محدودیت‌هایی رو برای ما ایجاد میکنن و مناسب‌های حالا چه منوهایی هستن؟ اکثر آشپزخونه‌هایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن چیدمانشون به صورت خطی هستش. معمولا مجموعه‌هایی که منوی شلوغ‌تری دارن و از کانسپت‌های ترکیبی دارن استفاده میکنن تو سبک آشپزخونه‌های جزیره فعالیت میکنن، که البته معایبی هم داره. اینکه شما باید یه فضای آشپزخونه بزرگی داشته باشین که بتونید آشپزخونه جزیره رو داخلش اجرایی بکنید و همین که نیاز به پرسنل بیشتری داره. درسته. خب اکبری، یه سری دوستان تمایل دارن که آشپزخونه‌ای که میخوان راه اندازی بکنن شو داشته باشه. خب قطعا میتونه تاثیر مثبتی بذاره توی روند فروششون، ولی این شو داشتن آشپزخونه چه محدودیت‌ها و مشکلاتی رو میتونه در آینده براشون ایجاد بکنه؟ وقتی شما این امکان رو دارید که تو مجموعتون آشپزخونه‌ای رو پیاده سازی بکنید که شو داشته باشه و تو چشم و دید باشه، قطعا میتونه به رشد مجموعه شما کمک بکنه. اما خب لازمش اینه که المان‌های مختلف رو شما بتونید به نحو احسن تو اون آشپزخونه پیاده سازی بکنید. شما نمیتونید از تجهیزات با کیفیت و متریال ساخت پایین استفاده بکنید. حتما باید کیفیت دستگاه و تجهیزات و نحوه چیدمانشون به صورتی انجام شده باشه که اون جذب مشتری بتونه اتفاق بیفته. مورد بعدی این که خب چیدمان پرسنلتون باید به نوعی انجام شده باشه که چه به لحاظ لباس و چه به لحاظ اون موارد استاندارد و بهداشتی که باید رعایت بشه، تمام این موارد باید داخل آشپزخونه شما در هر لحظه اجرا بشه. چرا که هر کدوم از این بخش‌ها اگر ضعیف توش عمل بشه، خب نتیجه عکس داره برای مجموعه شما و توجیهی نداره که شما بخواید از آشپزخونه استفاده بکنید که تو شو باشه. اگه مجموعه‌ای دارید که احساس می‌کنید که امکان داره که دغدغه پرسنل داشته باشین، یا این امکان رو ندارین که همیشه نظافت اونجا به صورت مرتب انجام بشه، یا حتی این امکان رو ندارین که از تجهیزات با کیفیت و متریال ساخت بالا استفاده بکنید، خب اینجا اصلا پیشنهاد نمیشه که تو سبک آشپزخونه‌هایی بریم که میخوان تو چشم و دید باشن و این میتونه که نتیجه عکس بده برای کارشون. خب آقای اکبری، دوستان برای راه اندازی مجموعهشون حتما نیاز به این دارن که سردخونه داشته باشن یا انبار خشک یا یه فضای برای دپو مواد اولیه‌شون در نظر بگیرن؟ این سوالی که شما مطرح کردید دو بخشه، یکی بحث انبار خشک رو داریم و یکی هم بحث سردخونه رو. یه وقت هست شما توی لوکیشنی هستین که امکان ایجاد انبار خشک رو دارین، فضاشو دارین و اوکی میتونید انبار خشک رو داشته باشین، چون مواد اولیه‌تون رو میتونید تهیه بکنید، رو تیراژ بالاتر هم حتی میتونید تهیه بکنید و همیشه داشته باشین. اما توی بحث سردخونه، اگر لوکیشن شما فاصلهش تا اونجایی که مواد اولیه‌تون رو تهیه میکنید دور هستش، خب میتونید که یه سردخونه داشته باشین و روی تیراژ تهیه بکنید و تو سردخونه نگهداری بکنید تا تو تایم‌های مختلف همیشه مواد اولیه‌تون تامین باشه. اما اگر فاصله لوکیشن شما تا جایی که مواد اولیه‌تون رو تامین میکنید کوتاه هستش و فاصله نزدیکه، شما میتونید به صورت روزانه این کار رو انجام بدید و نیازی به داشتن سردخونه نیست. چرا که خود سردخونه هم سرمایه زیادی رو درگیر میکنه و همین که خود نگهداری سردخونه هزینه هایی رو به مجموعه شما تحمیل میکنه که در صورتی که نیاز نداشته باشین بهتره که انجامش ندید. بسیار عالی. خب از اینجا به بعد یه مقدار آقای اکبری بپردازیم به بحث هوش انتخاب تجهیزات، که زمانی که می‌خوایم ما اون تجهیزاتمون رو انتخاب بکنیم باید مواردی که بهش دقت بکنیم و بهش اشاره بکنیم. تو قسمت اول می‌خوام ازتون بپرسم که یه سری از تجهیزات هستن که خب چند کاره هستن، مثل فرهای کامبی. انتخاب این تجهیزات چند کاره برای ما میتونه مناسب باشه یا بهتره که به صورت تک به تک تجهیزات رو تهیه بکنیم؟ مبلغی که شما پرداخت میکنید برای دستگاه‌های چندکاره، حالا فرای کامبی، فرای رشنال، که روی تعداد تیراژ بالا میتونید ازشون استفاده بکنید و گزینه‌های پخت بیشتری رو به شما میده، خب هم سرمایه بیشتری رو از شما درگیر میکنه و اینکه خب خود هزینه‌های نگهداری که این دستگاه داره هزینه‌های بالایی هست. اگر شما به لحاظ اون بودجه‌ای که در نظر گرفتید میتونید این هزینه رو پرداخت بکنید و پیش بینیتون از روند مجموعتون جوری هستش که احساس میکنید که رو تعداد و تیراژ بالا نیاز پیدا میکنید و براتون توجیه داره که اون هزینه‌های نگهداری رو پرداخت بکنید، خب بله این گزینه خیلی خوبی میتونه باشه برای کار شما. اما اگر پیش بینی لازم رو از تعداد و
تیراژ بالا ندارین و احساس میکنید که امکان داره یه سری هزینه‌هایی بعداً به شما تحمیل بشه که از پس پرداختش برنیان، خب بهتره که تجهیزات رو به صورت تک تک و مجزا تهیه بکنید که حالا احیانا اگر تو روند کار هر کدوم از اینا هم خدایی نکرده با مشکلی روبرو شد، بتونید راحت از پس هزینه‌اش بر بیاد و اون مشکل رو برطرف بکنید و کارتون رو در واقع نخوابونه. با توجه به زیرساختایی که الان تو ایران هست، تجهیزات باید بیشتر بره به سمت سوخت‌های گازی یا برقی؟ ببینید، اول از اینکه اگر مجموعه شما سوخت گاز رو میتونه تامین بکنه و اون به اصطلاح فشار گازی که توی لوکیشنتون هست به نحوی هست که بتونه تمام دستگاه‌های گرمایشی شما رو اصطلاحاً خط گرم شما رو ساپورت بکنه، که خب ترجیح ما روی سوخت‌های گازی هست. اما روی سری از تجهیزات کوچیک که حالا نمونه‌های گازیش هم امکان داره که وجود نداشته باشه یا اینکه اصلا صرفه نداشته باشه که شما بخواید یه هزینه‌ای بکنید برای خرید یه تجهیزاتی که به لحاظ حجم و گنجایش بالایی داره، خب روی اون دستگاه میتونید روی دستگاه برقی حساب بکنید. این برای مجموعه‌ای هستش که هم میتونن سوخت گاز و هم سوخت برق رو تامین بکنن. حالا ما تو ایران یه مجموعه هایی داریم که توی لوکیشن هایی قرار گرفته که امکان تامین سوخت گاز رو ندارن و مجموعهشون کلا باید با تجهیزات برقی جلو بره. اینجا هم خیلی مهمه که اون تیمی که بحث تامین تجهیزات شما رو انجام میده اشراف کامل روی تجهیزات برقی رو داشته باشه، میزان مصرف برق تجهیزات رو به خوبی بدونه و اون برقی که نیاز هست برای اینکه تمام این تجهیزات برقی توی اون تایم پیک کار شما که همشون همزمان امکان داره که شروع به کار بکنن، بتونه برق اون مجموعه ساپورت بکنه و کارتون به مشکل نخوره. خب بریم سراغ بحث بازار تجهیزات دست دوم و کارکرده. پیشنهاد شما چیه؟ تجهیزات کارکرده تهیه بکنن دوستان یا بیان سمت تجهیزات نو؟ اول از این که شما اگر محدودیت بودجه ندارین و بودجهتون به اندازه‌ای هستش که میتونید تجهیزات آکبند تهیه بکنید، گزینه اول خرید برای تجهیزات آکبند هست. چرا که دستگاه‌هایی که تهیه می‌کنید چون از اول دست خود شما هست و نحوه کار کردنش رو و کنترل کردنش رو خودتون دارید انجام میدید، خب میتونه راندمان بالایی رو برای شما داشته باشه و خیالتون راحت باشه از این که خب چجوری با این دستگاه کار شده و خب قطعا یه سری از مشکلات رو نداره. اما اگر با محدودیت بودجه روبرو هستیم، میایم سراغ این که بتونیم این هزینه‌ای که بابت تجهیزات می‌خوایم بکنیم رو جوری انجام بدیم که برای ما به صرفه بشه و میریم سراغ کالاهای کارکرده. کالای کارکرده توی خریدشون باید خیلی دقت بشه. اینکه چه میزان کار کردن این دستگاه‌ها، اینکه تا چه حد هنوز کارایی دارن برای مجموعه ما، اینکه به لحاظ ابعاد، اندازه و اون چیزی که واقعاً مورد نیاز ما هست برای پیشبرد کارمون واقعاً به کارمون بیاد. و یه مسئله خیلی مهمی که تو خرید کالای کارکرده باید دقت بشه، اینکه اون دستگاه کارکرده از برندهای انتخاب بشه که برندهای معتبری هستن، شرکتی هستن، اصطلاحاً شرکتی هستش که پشتیبانه این کالا هست، به ما خدمات میده، قطعات میده و میتونه اون فراغ بال رو برای ما ایجاد بکنه که ما اگر تو هر لحظه نیاز به تعمیر داشتیم و تامین قطعه داشتیم بتونیم به راحتی به این موضوع دست پیدا بکنیم. خب تو خیلی از تایم ها یه سری از کالاهای کارکرده داخل بازار ایران موجود میشه که خب این کالاها خارجی هستن. این که تو اکثر موارد به لحاظ کیفیت بالایی دارن رو نمیشه منکر شد، واقعا کیفیت‌های خوبی دارن و برندهای مطرحی تو دنیا هستن. اما چون داخل بازار ایران امکان داره که شرکت اصلی نمایندگی نداشته باشه و تامین قطعه انجام نشه، شما به هر دلیلی نیاز پیدا بکنید به خدمات، خب نمیتونید از این خدمات بهره مند بشین و وقتی که کارتون به مشکل بخوره عملاً باید دستگاه رو بذارید کنار، یا اینکه یه مدت زمان طولانی رو باید درگیر باشید برای اینکه اون قطعه رو پیدا بکنید یا تکنسینش رو پیدا بکنید که بتونه کار شما رو انجام بده. ولی در مجموع اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، شما میتونید کالاهای
آکبند داشته باشین تو مجموعتون، چرا که میتونید به عنوان یک سیو سرمایه خوبم روش حساب بکنید. هم بهره وری بالا داره، همین که استهلاک کمتری داره و همین که اگر تو هر لحظه‌ای بخواید بفروشید این دستگاه و تجهیزات رو، سیو سرمایه بهتری میتونه برای شما باشه. درسته. خب آقای اکبری، خیلی از افرادی که تو بحث کالای کارکرده دارن کار انجام میدن میان مانور میدن رو این قضیه که دستگاه‌ها نسبت به دستگاه نو افت قیمت خودش انجام داده، پس بهتره که بیاین روی دستگاه کار کرده. واقعا همچین چیزی حقیقت داره؟ ببین، مهمترین چیزی که شما باید تو خرید تجهیزات دقت بکنید، اون تجهیزات باید برای شما کارایی داشته باشه. یعنی شما بتونید بالاترین راندمان کاری رو از اون تجهیزات داشته باشید. این مسئله اولویت اولو داره. این یه موضوع راجع به سوال شما هم بخوام بگم، خب یه تجهیزات کار کرده ای که فرضاً 5 سال 6 سال 4 سال کار کرده، خب آیا ما باید اینو بررسی بکنیم ببینیم که آیا میتونه همچنان اون راندمان کاری رو داشته باشه یا خیر. این یه موضوع. حالا بحث افت قیمت هم که مطرح میشه، شما فرض کنید که کالای کار کرده دارید استفاده میکنید، 2 سال 3 سال هم شما حداقل میخواین ازش استفاده بکنید، حالا تا بعد بخواید تجهیزاتتون رو ارتقا بدین یا حالا به هر دلیلی بخواید جابجا بکنید. دیگه عملا دستگاه شما 6 سال 7 سال 10 سال کار کرده، آنچنانی ارزش کالایی نداره و زمانی که میخوایم بفروشیم باید با افت قیمت بالای این کار رو انجام بدیم. پس به لحاظ سیو سرمایه هم نمیتونیم روش حساب کنیم که سیو سرمایه خوبی به ما میده. ولی اگر از کالای آکبند استفاده کنیم، چون از صفر دستگاه دست خودمونه، میتونیم با یه نگهداری ویژه، با یه دقت عمل بالا دستگاه ها رو جوری نگهداری بکنیم که هم کمترین استهلاک رو داشته باشه، همین که هر زمانی که احیانا خواستیم بفروشیم اون بحث ارزش کالا حفظ شده باشه و عدد خوبی دست ما رو بگیره. حالا تو این موضوع من هم عقیده نیستم با دوستان که کالای کار کرده و افت قیمت خودشو کرده. حالا ضررهای جانبی داره که اونو معمولا در نظر نمیگیرن. خب زمانی که حالا ما میخوایم اون تجهیزات تهیه بکنیم، از نظر کیفیت، متریال، جنس استیلی که استفاده شده و مواردی که باید در نظر بگیریم، چند موردی که حالا بیشتر باید در نظر بگیریم و اصلیاً رو لطفاً توضیح بدید. خب اول از این که آشپزخونه صنعتی تمام متریالی که داخلش استفاده میشه، از جمله دستگاه‌ها، تجهیزات، قفسه بندی، کابینت و همه مواردی که داره باید از جنس استیل استفاده بشه. این یه استاندارد جهانیه که وجود داره که تو تا کلی آشپزخونه صنعتی باید ما از استیل استفاده بکنیم. انواع استیلایی که مثلا موجوده، انواع استیلایی که موجوده، حالا با توجه به شرایط آب و هوایی، با توجه به نوع دستگاهی که میخوایم استفاده بکنیم، تصمیم میگیریم که حالا اون استیلی که میخوایم استفاده بکنیم چه نوع استیلی باشه. حالا ما داخل بازار ایران خب 2 مدل استیل داریم که به صورت روتین داره فعالیت میشه روش. استیل بگیر هست و استیل نگیر. استیل بگیر اصطلاحاً به استیل‌هایی گفته میشه که خب یه مقدار ناخالصی آهن رو داره که البته با شماره بندی‌های مختلفی که وجود داره میزان ناخالصی‌ها با هم دیگه متفاوت. استیل نگیر هم که اسمش رو خودشه، استیل نگیر یعنی ناخالصی آهن نداره و تحت هر شرایط آب و هوایی میتونه که اون خروجی عالی رو به ما بده و دچار زنگ زدگی و پوسیدگی به مرور زمان نخواهد شد. ما باید با توجه به لوکیشنمون تجهیزاتمون رو انتخاب بکنیم. امکان داره که ما توی محدوده آب و هوایی باشیم که اصطلاحاً آب و هوای مرطوبی داره، یا شرجی شمال کشور هستیم، جنوب کشور هستیم، بهتره از استیل نگیر استفاده بکنیم به دلیل اینکه چون اینجور آب و هوا رطوبت دارن، به مرور زمان دستگاه و تجهیزاتمون دچار زنگ زدگی و پوسیدگی نشه. این مورد خیلی میتونه کمک بکنه که ما حتما تو انتخابمون دقت بکنیم. بعد یه نکته دیگه، مثلا ضخامت استیلا باید حتما ضخامت‌های بالا رو انتخاب بکنیم. روی سری از تجهیزات نیازی نیستش که ضخامت‌ها بالا باشه، روی سری از تجهیزات حتما باید ضخامت استیل بالا باشه. سوای ضخامت بدنه، اون اسکلت، عایق بندی، حالا فشردگی فومی که دستگاه دارن، اون عایق بندی که میشن حرف اولو میزنه. استیل یه چیزیه که میاد روی اینا و کاور میکنه. خب رو بعضی از تجهیزات مثل فرهای پیتزا، مثل دستگاه بزرگی که هستن برای آشپزخونه ما، خب بهتره که از استیل‌های با ضخامت بالا استفاده بشه. روی سری از تجهیزات هم ما نیاز نداریم. اگر ما اسکلت بندیمون، عایق بندیمون قوی باشه، استیل فقط ظاهر کارو میگیره که یه حداقل استانداردی براش تعریف میشه و
اجرایی میشه. باید ببینیم نوع تجهیزاتمون چیه، چه میزان میخوایم استفاده بکنیم، تا چقدر قراره که این دستگاه‌ها یا تجهیزات وزن رو تحمل بکنه. با توجه به اینا برآورد میشه که تو چه ضخامتی باشه. ولی خب کلاً کالای با کیفیت یکی از تفاوت اصلی که داره با کالاهای کارگاهی اصطلاحاً و یا کالاهای بازاری توی اون اسکلت بندیشون، عایق بندیشون، فشردگی فومی که دارن و اون میزان عایق بندی که شده برای اینکه جلوگیری بکنه از اتلاف انرژی تاثیرگذاره. یعنی امکان داره که شما مثال عرض میکنم یه دستگاهی باشه که از استیل 304 استفاده شده باشه، از استیل نگیر استفاده شده باشه، اما به لحاظ اسکلت و عایق بندی و اون فشردگی فوم و اون استحکامی که باید دستگاه داشته باشه اون استحکام لازم رو نداره. این صرفا دلیل بر این نمیشه که حالا چون این دستگاه از استیل نگیر استفاده شده حتما کیفیت خیلی خوبی داره. یه سری موارد مختلف هستش که تک تک اینها تاثیرگذاره توی کیفیت کالا که اینا همش وقتی که بررسی میشه اختلاف بین کالای با کیفیت و کالای معمولی مشخص میشه که حالا شما زمانی که از دستگاه با کیفیت استفاده میکنید باعث میشه که طول عمر مفید بیشتری داشته باشن، باعث میشه که اون استحکامشون بعد از گذشت چند سال همچنان حفظ شده باشه و باعث میشه که شما به لحاظ مالی آنچنان ضرر و زیانی روی دستگاه و تجهیزاتتون نکنید. اما اگر کالاهای بازاری اصطلاحاً استفاده بکنید به دلیل اینکه اون استانداردها متاسفانه داخلش رعایت نمیشه، خب به مرور زمان دچار استهلاک زیادی میشه. خب آیا اکبری، دوستان که زمانی که میرن توی بازار و شروع میکنن انتخاب تجهیزات یه سری مشاوره ها اونجا خب بهشون میدن، یه سری نکته از شما میخوام به ما بگید برای اینکه اون افراد که مشاورهای اشتباه اگه میگیرن آگاه بشن و بتونن حالا توی روند تجهیزاتی که دارن تهیه میکنن همون تجهیزاتی که مناسب کارشون هست رو تهیه بکنن با همون کیفیت و متریالی که شما فرمودید. ببینید یکی از راه حلایی که وجود داره اینه که ما وقتی که تو خرید تجهیزاتمون مواجه میشیم با اختلاف قیمت‌های فاحش، اینجا باید دقت بیشتری بکنیم تو خرید تجهیزاتمون. یعنی اینکه وقتی که ما یک کالایی رو می‌بینیم که مثال عرض می‌کنم توی یک دستگاه تاپینگ پیتزا به عنوان مثال یهوی اختلاف قیمت 60 میلیون تومانی 70 میلیون تومانی هست، اینجا باید دقت بیشتری بکنیم توی خرید. من نمیخوام خدمت دوستان بگم که اون دستگاهی که الان حتما خیلی قیمت گرونتری داره حتما هم کیفیت خیلی بهتری داره، اما حداقل اینه که ما باید اینجا یه مقدار حساس بشیم و یه مقدار بررسی بیشتری بکنیم، بگیم که خب این 60 میلیون تومان 70 میلیون تومان عدد زیادیه، چرا این اختلاف وجود داره؟ آیا فقط صرفاً استیله؟ آیا فقط صرفاً ضخامت استیل تعیین میکنه که یک کالای صنعتی با کیفیت باشه یا حتی بی کیفیت باشه؟ نه، موارد مختلفی وجود داره. من چون الان تاپینگ رو برای شما مثال زدم، رو همین تاپینگ چند تا مورد رو خدمت شما و دوستان میگم که چه تفاوت‌هایی میتونه با هم دیگه داشته باشه. یه دستگاه صنعتی که کمپرسور و لوازم موتوری داره، از خود کمپرسورش گرفته از تک تک لوازمی که توی موتورخونه کار شده، از اسکلت، عایق بندی، فشردگی فوم و تمام مواردی که به لحاظ اسکلت بندی دستگاه کار شده گرفته تا خود استیلش، ضخامت استیلش، نوع استیلش و تمام موارد دیگه اهمیت پیدا میکنه و تأثیر میذاره رو اون قیمت تموم شده نهایی. ما وقتی که میخوایم بررسی بکنیم یه وقت هست با محدودیت بودجه روبرو هستیم، بالاجبار میریم دنبال کارهای کارگاهی و بازاری که حالا ارزون قیمت هستن. امکان داره که این تجهیزات تو روند کار به مشکل بخوره و پاسخگوی کار ما نباشه. حالا من میگم امکان داره، با حالت خوشبینانه میگم که امکان داره، 100% به مشکل میخوره. ما با دونستن المان‌های مختلف میتونیم یه تحقیق بکنیم ببینیم که علت این اختلاف قیمت چیه. یه وقت هست که میتونیم هزینه بکنیم، وقتی که میتونیم هزینه بکنیم خب بهتره که یه کالای با کیفیت تو مجموعه‌مون باشه که تو روند کار ما به مشکل نخوره.
این حالا تو یه دونه دستگاهشون با توجه به ضیق وقتی که وجود داره فقط به عنوان مثال گفتم. یکی از مواردی که گفتم همین بحث اختلاف قیمت‌های فاحشه که خب این باید بررسی بکنید و در نهایت به کارفرما کمک میکنه برای اینکه تصمیم بهتری تو انتخاب تجهیزاتش بگیره. درسته. اگه نکته‌ای هست که تو بحث تجهیزات باید بهش بپردازیم، زمانی که حالا می‌خوایم خرید انجام بدیم، زمانی که می‌خوایم انتخاب کنیم تجهیزات، اگه موردی هست یا بهش اشاره نشد تو صحبتامون بفرمایید اگه موردی داریم. ما کلا میگیم وقتی که وارد این شغل می‌خوایم بشین ایدئالگرا باشین و دقت زیادی داشته باشین توی تک تک مراحلی که می‌خواین کارو جلو ببرین. هر چقدر این دقت عمل بیشتر باشه، با کیفیت کار رو انجام بدین، خب قطعاً ثمره و نتیجهش برای مجموعه شماست و هر اتفاق خوبی که میفته برای خودتون اتفاق میفته. و زیاد هم گوش نکنیم به این، حالا متاسفانه تو کشور ما باب شده میان حالا عددهایی رو اعلام میکنن، مثلا میگن با این عدد بیا کافه بزن، با این عدد بیا فست فود بزن، با این عدد. اینا زیاد عددهای درست و دقیقی نیست و متاسفانه افرادی که تو صنف ما دارن این کار رو انجام میدن بیشتر به فکر سود و منفعت شخصی هستن تا اینکه بخوان به این فکر بکنن که به درآمدزایی شما و مجموعه شما کمک بکنن. با تحقیق وارد بشیم، تمام موارد مختلف رو بررسی بکنیم، با افراد متخصص که حالا ذی‌نفع نیستن و میتونن راهنمایی‌های خوبی به ما بکنن مشورت بگیریم تا بتونیم تو روند کار رو اصولی جلو ببریم و اون زمانی که از ما گرفته میشه برای راه اندازی یه مجموعه غذایی بتونه به بهترین نحو به شما کمک بکنه، چه به لحاظ سودآوری مالی، چه به لحاظ برندسازی و اینکه آینده خوبی رو برای خودتون رقم بزنید. خب آقای اکبری، اهمیت این که ما قبل از این که اون پروژه رو بخوایم راه اندازی بکنیم یا بخوایم تجهیزات رو تهیه بکنیم و جایگذاری رو انجام بدیم، اون اصلا نقشه هایی که باید تهیه بکنیم چقدر میتونه مهم باشه توی روند کارمون؟ تو هر مجموعه‌ای که میخواد آشپزخونه‌اش رو اجرا بکنه 5 تا نقشه اصلی هست که باید بهش توجه بشه. نقشه آب، نقشه برق، نقشه گاز، تهویه و فاضلاب. این 5 تا نقشه باید در اختیار کارفرمای مجموعه قرار بگیره به دلیل اینکه خب بعد از اینکه چیدمان انجام میشه باید به عنوان مثال ما پریز برق رو جایی قرار بدیم که تو نزدیکترین حالت به دستگاه‌های برقیمون باشه. بحث نقشه گاز داریم، اینکه لوله‌ای که از کنتور میاد باید چه قطری داشته باشه، فشار گاز باید تو چه حدی باشه، لوله‌های گازی که بناس خروجی بگیریم باید چه قطری داشته باشه با توجه به نوع تجهیزاتی که می‌خوایم اونجا اجرا بکنیم. خب اینا همه اهمیت داره. بحث نقشه تهویه رو داریم، اینکه کانال کشیمون کجا باشه، از کدوم قسمت انجام بشه و اون سانتریفیوژمون کجا قرار بگیره. خب اینا همشون اهمیت داره. اینکه ما نقشه فاضلاب رو باید داشته باشیم، بدونیم که خروجی ما از کدوم قسمت انجام میشه و اون بحث فاضلاب خطی رو باید تو کدوم نقطه اجرایی بکنیم که تا توی کمترین زمان ممکن اون بحث نظافت ما انجام بشه و اون بوی نامطبوع داخل آشپزخونه‌مون نباشه. تمام این نقشه‌ها خیلی اهمیت داره و زمانی که کارهای چیدمان تجهیزاتمون انجام شد بعدش این 5 تا نقشه آماده میشه و در اختیار کارفرما قرار داده میشه تا بعد از اینکه اجرا شد دیگه مشکلاتی به وجود نیاد. این به عنوان مثال تو آشپزخونه وقتی که شستشو انجام میشه این پریزهای برق باید تو این نقطه‌ای انجام بشه که وقتی که این پاچش آب صورت میگیره خب به اون پریزا برخورد نکنه و دچار مشکل نکنه مجموعه ما رو، که اگه همه این موارد رو ما در نظر بگیریم تمام نکات ایمنی و بهداشتی رو رعایت کردیم. بسیار عالی. برسیم به بحث ارگونومی و خروجی کارمون که، راندمانمون رو بتونیم به نحو احسن تو مجموعمون داشته باشیم.
این توی بحث طراحی دیگه، درسته که ما اون تمام مواردی که اون ارگونومی، اون حرکت هایی که باید بین پرسنل انجام بشه رو توی طراحی درسته باید در نظر بگیریم. بله دقیقاً اونجا باید در نظر درست. این استانداردهایی که هست، حالا موارد کلی که هست، اون فواصلی که باید رعایت بشه، استاندارد خاصی داره؟ اگه چند نکتهشو به ما بگید که ما بتونیم استفاده کنیم. مثلا به عنوان مثال تجهیزات آشپزخونه‌های صنعتی خب یه ارتفاع استانداردی دارن که معمولا از کف زمین تا ارتفاع 90 سانتی متر بسته میشه و اینا همش مهندسی شده است و استاندارده. مورد دیگه ای که هست، خب ما فاصله بین تجهیزاتمون باید جوری باشه که حداقل 120 سانت این فاصله رو در نظر بگیریم که اگر همزمان دو تا پرسنل خواستن عبور و مرور بکنن به هم برخوردی نداشته باشه. یه سری استانداردهای اینجوری داره. مثلا اگر می‌خوایم ما کاور هودمون رو نصب بکنیم، از کف زمین معمولا رو ارتفاع 180 سانت باید در نظر بگیریم و هود رو نصب بکنیم. مواردی از این قبیل، اینا یه سری استاندارداست که اعداد و ارقامی داره که معمولا توی آشپزخونه‌ها باید رعایت بشه. خب زمانی که تو مرحله بازسازی هستن، اون متریال کف یا دیوارها اینا استاندارد خاصی داره که بخوان استفاده بله بکنن؟ مهمه که دیوارها و کفمون حتما کاشی یا سرامیک باشه، حتما کفشور داشته باشه یا فضای تهویه کفشور رو حتما داشته باشه. بسیار عالی. بس ما تا اینجا متوجه شدیم که اون بحث طراحی و انتخاب تجهیزات چقدر میتونه مهم باشه و به روند کار ما کمک بکنه. حالا یه نکته من خونده بودم که میگفتن اگه این بحث چیدمان درست رعایت نشه، یک آشپز تو طول روز کاری که داره بیش از 15 کیلومتر مسیر رو باید طی بکنه تا به اون کاری که مد نظرش هست برسه. خب آقای اکبری، ما الان یه مقدار فضای آشپزخونه رو میایم بیرون، تو بحث دکوراسیون و فضاهای حالا بیرونی یه سری نکاتی که مد نظرتون هست و میتونه مفید باشه و به درد بیننده های ما بخوره، بی زحمت برای ما توضیح بدید. ببینید بحث دکوراسیون خب بحث مفصلیه که انشالله اگر وقت بود حتما راجبش صحبت میکنیم، اما به طور کلی بخوام اشاره بکنم، اجرای دکوراسیون باید متناسب با کانسپتی که میخواین اجرا بکنید باشه و این مهمه که تو چه لوکیشنی هستین، تو چه محدوده‌ای هستین. دکور و دیزاینتون باید حتما همخونی داشته باشه با اون محدوده‌ای که درونش قرار گرفتین. حتما دکور و دیزاین گرون قیمت نمیتونه به ما کمک بکنه و اگر بخوایم حالا سرسری هم بگیریمش امکان داره که ضربه بزنه به مجموعه ما. یه حد وسطی رو با توجه به اون چیزی که مد نظر داریم باید اجرایی بکنیم و پیاده سازی کنیم. درسته. اون تجهیزات و لوازمی که حالا توی بس دکوراسیون استفاده میشه، مثلا میز و صندلی ها، نکته خاصی داره که مثلا تو تهیه‌شون باید در نظر بگیریم؟ یه مسئله که معمولا نادیده گرفته میشه و زیاد بهش اهمیتی داده نمیشه همین بحث خرید میز و صندلیه. ما با توجه به کانسپتی که میخوایم ارائه بکنیم باید انتخاب کنیم که چه نوع میز صندلی رو میتونیم تو مجموعمون داشته باشیم. به عنوان مثال اگر مشتریان ما میخوان تایم و زمان زیادی رو تو مجموعه ما سپری بکنن، باید میز و صندلی‌های راحت‌تر استفاده بکنیم. اگر مشتریانی داریم که امکان داره که با تعداد نفرات زیاد حالا به صورت خانوادگی به ما مراجعه بکنن، فرمت قالب میز و صندلیامون باید به این شکل باشه که این امکان باشه که اینا رو کنار همدیگه بچسبونیم و به لحاظ فرم ظاهری با همدیگه همخونی داشته باشن. و در نهایت اگر برای کافمون میخوایم میز و صندلی انتخاب بکنیم، بهتره که از سایزها و ابعاد کوچیک‌تر استفاده کنیم تا بتونیم سیت بیشتری رو داشته باشیم. درست. خب آیا اکبری، بارها شده خب برای خود منم پیش اومده رفتم حالا رستوران هایی که بوی نامطبوعی که داخل فضای آشپزخونه هست منتقل شده به بحث سالن و اصلا آدم احساس سیری میکنه زمانی که این اتفاق میفته. این علت‌هاش چی میتونه باشه؟ وقتی که مسائل مربوط به تهویه رو ما جدی نمیگیریم و اون استانداردهای لازم رو توی مجموعمون پیاده نمی‌کنیم، چه به لحاظ کیفیت و کوالیتی اون هودی که نصب شده، چه به لحاظ اون کانال کشی و حتی اون سانتریفیوژ و قدرتی که باید داشته باشه برای اینکه تمام دودزایی که داخل آشپزخونه انجام میشه رو بتونه اون مکندگی لازم رو داشته باشه. وقتی اینا به صورت استاندارد انجام نمیشه، خب این اتفاق میفته که منم تو خیلی از موارد دیدم که نارضایتی مشتری‌ها رو داشته و معمولا هم اینجور مسائل خود مشتری‌ها به زبون نمیارن، ولی خب این که دفعه بعد بخوان مجموعه شما رو انتخاب کنن برای اینکه
حضور پیدا کنن، خب احتمالاً دیگه این اتفاق نمیفته و این خب یک ضرری رو به مجموعه شما میزنه. یا مثلا آقای کریم می‌بینیم توی یه سری مجموعه ها یه سری تجهیزات خیلی خوب با برندهای خیلی خوب و خیلی خفن استفاده کردن. یه جایی هست مثلا دستگاه اصلا اسپرسو ساز 3 گروپ اومده گذاشته با برند خیلی مطرح. آیا صرفاً اون تجهیزات خوب استفاده کردن میتونه تضمین کننده این باشه که حالا فروش خوبی داشته باشن یا تو کارشون موفق بشن؟ لوکیشنی که کارتون رو اجرا میکنید خب مسئله مهمیه. یه جایی هستش که شما سیاست کاریتون اینه که اون جذابیت بصری رو بتونید ایجاد بکنید و اون بحث جذابیت بصری خب خیلی تاثیر ویژه‌ای میذاره روی مشتریانتون که خب این توجیه داره که این سبک کار رو بخواید اجرا بکنید. اما اگر اون محدوده‌ای که هستین و لوکیشنی که در اختیار دارین اونقدری جذابیت‌های بصری اهمیتی پیدا نمی‌کنه، خب این میتونه یه هزینه اضافی رو به مجموعه شما تحمیل بکنه که خب حالا بهتره که این کار انجام نشه. بسیار عالی. خب حالا ما اومدیم تمام تجهیزاتمون رو به بهترین شکل مهندسی کردیم و بهترین تجهیزات اومدیم استفاده کردیم با بهترین چیدمانی که میتونستیم بالاترین راندمان رو از اون مجموعه بگیریم. بعد از این مرحله کار ما با تجهیزات به پایان میرسه یا مواردی هست که در ادامه باید بهش توجه بکنیم؟ ببینید شما بهترین تجهیزات هم که داشته باشین، تجهیزات نیاز به نگهداری داره. ما باید نحوه نگهداری دستگاه رو کامل آموزش دیده باشیم، بلد باشیم. نحوه نظافت دستگاه ها و تجهیزات رو باید بلد باشیم. این خودش یک هنره که بدونم که تجهیزاتی که دارم استفاده میکنم ازش به چه نحوی نظافتشون باید انجام بشه و در چه صورتی تمیز میشن. اینا موارد مهمیه که حتما باید در نظر گرفته بشه. البته توی مجموعه های بزرگ معمولا نفراتی رو تو مجموعه دارن که حالا به اصطلاح خودمون آچار فرانسه مجموعه هستن و اشراف دارن به تعمیرات دستگاه‌های مختلف که میتونن تو تایم‌های مختلف که حالا پیک کاری شما هست احیانا اگر دستگاه و تجهیزات به هر دلیلی به مشکل خورد با توجه به تجربه‌ای که دارن تو اندازه‌ای که کار راه بیفته و مشکلات اساسی برای مجموعه شما پیش نیاد میتونن این کارو انجام بدن. خب آقای اکبری خیلی ممنونم، تا اینجا توضیحات خیلی خوبی به ما دادید. به پایان این قسمت داریم میرسیم و اینکه از شما میخوام در قسمت آخر پایان صحبتامون اون فوت کوزه‌گری که میتونیم با رعایتش از خیلی از ضررها جلوگیری بکنیم رو به ما بگید و بدونیم اون نکته چیه. میتونم اینو خدمت شما بگم که شما هر چقدر که روی کاغذ اشتباه بکنید هیچ مشکلی به وجود نمیاد، اما اگر در عمل و در حین اجرای کارتون خوب اجرا نکنید خب دچار مشکلاتی میشید که هم خودتون رو و هم پرسنلتون رو اذیت میکنه و متاسفانه مجموعتون دچار مشکل میشه. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون. رستوران فقط ارائه یک غذای خوشمزه نیست، یک فرایند مهندسی شده است که اگه تو هر قسمتش خللی ایجاد بشه و درست تصمیم گرفته نشه باعث میشه که با مشکلات متعددی شما روبرو بشید. آقای اکبری ممنونم که مجدد وقت گذاشتید. امیدوارم که تو قسمت بعدی که میخوایم با هم داشته باشیم هم کنارمون باشید. متشکرم. خواهش میکنم. سلامت باشید.